Assalomu alaykum. Barodaroni Kandanabotum zinda va sarband bashing. Trasay Vahdatjon. Mana Shimetova Darvoza Vahdat. Mana terminali Musofirbaro. Mana Darvoza Vahdat. 9 kilometr. Mana taksiyo. Mana ija vay Gayo. Mana Gayo Vahdat. Darvozada mesodagi. Xeyr xay. با شما یه ویدیو میکنم که در پیتر واسه برف خنکیه ما باباش در کجا باباش در وطن جانم وطن دایم وحدت رفتستم ولی کار بار فعالیت ما در وحدت شنبه خب این ویدیو را ما خاص برای وای مردمی پیتر یعنی لنینگراد سانت پتربورگ میرن کو موجودو میرن میگن کجا داریم پیتر دا رفتیم و 3 ماه گشتیم قطی برادر جنایدلو یعنی که اسماعیل توجیک بسیار جا رو مرا تماشا کرد ارمیتاژ تماشا بود تمام جا را لخت سنتر تماشا بود خب های بچه ها وجود بچه های خوب بچه های سال مهاجرا فقط کار و فعالیت میکنن در مهاجرت احسن به شما در حق شما دعاگو هستم و خب چی گفتنی هستم کمتر نیودومی تره چیه در شیر خیلی که بگو پریرودای وطن هم نشان بتم ده گرم شما دا برف خنکی های خب بعد در باره اسماعیل توجیک یعنی برادر اسماعیل نوار کردنیم و چی گفتنی هستم که وقتی که در پیتر بیدم خطی برادر جنایدلو یعنی اسماعیل توجیک بسیار انسان خوبه بسیار بچه انرژیچ نیای نکی دیماغوش یه خیلی محل تیز میسوزه احتیاط کرده خطی های کار و فعالیت کرده شنان همه 3 ماه ما اونجا بودم همین خیلی در تشویش بود که میگفت که بابا هم تشویشم با یکم نواره بیزم نکرده باشی با یکم جو رازبار نرفته باشی با یکم های کار میکرد هله ابو ببروماد میگشتم این بچه ایچی نکشته زنگم زده استن سمالیوتک دمموندم خیلی بیا که کلتترش بگیرم این برادر اسماعیل توجیک در همونجا یک قهوه خانه داره قرطاب خانه داره همین مترو پریمورسکی در مترو پریمورسکی یک 50 متر 60 متر میره جای قرطاب خانه برادر توجیک برادر اسماعیل توجیک میره قرطاب خانهش خیلی جدا ما چند بار در اومدگی جدا 3 ماه گویا که در قرطاب خانه بودیم و بهترین خوراک‌ها داره جای بسیار خوبه خوراک‌های ملی تاجیکی داره گوشت‌های بسیار دستکشی با مزه بالازه داره خب اونجا با نه هجامک شده ما اونجا هجامک شدنی بدیم کمتر کارا مشکلی شد ما نتونستیم هجامک شده خب بعد وای کردیم خیلی برادر اسماعیل توجیک شده شما میتونید که برین قطعه همکاری کنید پروسه کسی نمیشناسه که یک بار اقلا برین همون برادر توجیک این برادر توجیک این برادر توجیک میگم اسماعیل توجیک برای که هم کم تر جنجالمون تازه قطعه برادر توجیک جنجالمون رفته است اگر همه بلوگرها رنگی اسماعیل توجیک باشن دل نیت پاک دل نیت صاف داشته باشن کو اسماعیل توجیک برادر توجیک نه اسماعیل توجیک دیگه یوتیوب دیگه خیلی میشه نه که در اینجا فقط همین بلوگر هم خیلی هستن که همین میگن که پوما در بلو یا بلوگر دیگه منو خودم بلو برو همین خش فهمیدم های اسماعیل جان یکی خدا خواسته باشه ما رو میریم ان شاء الله
میریم هجومای شما را سول میبینیم تبریک میکنیم سول جدا بو قایما میدونم در کار باری طرف با قطعی صحبت ها کردنی هستم افسوس که تو وطن اومدیم ما وقت نداشتیم که قطعی در وطن نبارو کنیم وقتی هم سیل وقتی هم چوب سول تو بچ خیل رفتیم من درک ندارم خب اسماعیل توجیک هجوما که شدی اصلا با تمام قانون قاعدهش میکنه ما توصیه میتونم که برین شما باز یک بار دیگر میگم مترو پریمورسکی در میفروین 50 متر طرف دست راست میگردین هجومای سولی برادری او هم برادر اسماعیل توجیک هسته نرمیده هم که دست کرده که هم برادری توجیک هم که نرمید برای پرسمات شده برای چیزده هم یک کم سخنی مرا بریده موندم یوتیوب دا برفت دیگه کم تا سخنی ابلهانه که پشت اکرام و قطیبه چی کردیم که رازبار کرده همرا بریده مونده برای پرسمات شده دل نیت پاک داشته باشی خدا مهربان همه کارتا ریواج رونق میتید خیلی ویدیو بابی که کردم راه ده خب خدا نگهبان تو باشه با یک پریروده یعنی وطن نشون بتون وطن هرچو سبز عید افتوای من ای طرفی چی میرفتگی مچتون طرفی مچتون میرفتگی او بچه مچتون نشون بتون من او بنا مزاره که اوجا مزار مچتون اونم جدا دویم تانا میکنن که بابا میگن جای تو الان مزار های من خودم میدونم نه که با بسیار تانا معلومات نکنه با خیلی پیش بابا را که میشوم دل من میسوزه زنده و سربلند باشین اسماعیل جان خدا نگهبان باشه با تو برای کار میخواهم بهترین انسان های همه بلوگرها کدام بلوگری هست در همین یوتیوب کو در یوتیوب توجیک ای همین اسماعیل توجیک همین برادر اسماعیل همین برادر جنیدلو عبرت بگیرن آدمگری اکرولیت کرده گپ زدم با شما زنده و سربلند باشه وطن منه وطن گرمه زنده و سربلند یا ویدیو بوبیگی کردم